نیمه دوم روز دوم ایون تخمینا ساعت 17:20 در یک صدمه در وحدت یک جوان 19 ساله به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که راننده ماشین تمغه اوپل ویکترا خوجایف نجیب‌الله صادقویچ سال تولدش 2000 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت نورک به سمت وحدت در کیلومتر 37 شورای دوشنبه کولوب خوروغ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده ماشین را در کنار راه چپه کرده است. در نتیجه خود راننده خوجایف و مسافرانش مرادزاده یوسف جان قطب‌الدین سال تولدش 2004 و رایب شهباز اسام‌الدینویچ سال تولدش 2002 ساکنان شهر وحدت جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه مسافر دیگر افت-ماشین مذکور خدایدادوف شاروخ باباجانویچ سال تولدش 2002 ساکن شهر وحدت در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود در خبر تحقیق این حادثه ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه یکی از سبب های اساسی صدمه های پرقربانی در راههای تاجیکستان نام برده